از ساعت 17 در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار میشه. برای تیم فوتبال شهرراز شیراز محمد ناصری در درون دروازه ایستاده. محمد رضا فیروززاده، محمد علی فرامرزی، علی داوران، رضا بهمنی، علی اسفندیار، کمال الدین نیکخوی، جعفر حسین پور، شهاب یاری و احسان مروقی و احمد نصیری به زمین مسابقه میرن. روی نیمکت هم جواد نصیر، سجاد صالحی، شهرام شرافتزاده، عرفان بشارتی، حسین دوستدار، سید علی حسینی، مهدی امیری، حسین ملک و حسین برزگر نشستند. و برای تیم فوتبال داماش گیلان سعید ابراهیم پور، کیخسرو سیاهپور، محمد امینی، فردین نجفی، مهرداد بایرامی، محمد مهدی خانی، محمد سجاد قلیبیگی، هادی رفسنجانی، آرمان لطف خدا، رضا آذری، فرشاد هاشمی و روی نیمکت اونها کنعان طاهرنژاد، عرفان قربانی، علی خدایی، سعید حسین پور، سامان مهرابی، یوسف ویزادی و رضا زاهد تبار قرار گرفتن. داور وسط بازی پژمان قرایان، کمک اولش وحید هلی رودی، داور دوم محمد عبدلی، داور چهارم امید منفردیان و ناظر داوری مهدی موساپور از استان بوشهر هست. خب بازی بعد از دقایق دیگه آغاز بشه. اکنون بازیکنای داماش رو میبینیم که حلقه زدن و هنوز وارد زمین مسابقه نشدن. منتظر هستیم تا بیان و کار رو آغاز بکنن. خب هنوز بازی شروع نشده و داور مسابقه دستور شروع کار رو نداده، در حالی که قرار بود بازی از ساعت 17 آغاز بشه، در حالی که ساعت خب 17:02 هست. هنوز این اتفاق نیفتاده و کار آغاز نشده. منتظر هستیم که سوت ابتدایی بازی و سوت نیمه اول به صدا در بیاد و با گزارش بازی در خدمتتون باشیم. خب اگه بخوایم یه مرور بکنیم بازی‌های شب گذشته رو، آریو 2-0 به سطح کرمانشاه رو برد. پالایش نفت بندرعباس در آستارا 1-0 این شهر، در واقع شهرداری این شهر رو شکست داد. پیکان تهران 1-0 مثل سونگون رو در تهران برد. مثل کرمان با نیروزمینی کارش 0-0 شد. نفت و گاز 1-0 تیم نگونبخت نفت مسجد سلیمان رو شکست داد و صنعت نفت آبادان 1-0 فجر شهید سپاسی شیراز رو برد. امروز 3 تا بازی برگزار میشه که این 3 تا بازی شهرراز در شیراز به مصاف داماش میره، سایپا مقابل مثل شهر بابک قرار میگیره و پارس جنوبی در جنب به مصاف شهرداری نوشهر میره. در همین ابتدای کار هم یه کورنر گیرشون میاد بازیکن شهرراز که کمال الدین نیکخوی میره تا ضربه رو روی دروازه ارسال بکنه. ضربه کورنر رو ببینیم چه کار میکنه کمال نیکخوی.
ضربه رو میزنه کمالیه، ضربه سری که میتونست دروازه داماش رو تهدید بکنه. حالا میتونه خطرساز بشه. توپ در زمین شهرراز میرسه به محمد ناصری و اوست که الان صاحب توپه. در خط دفاع با یار خودی کار میکنن بازیکنان شهرراز شیراز. رضا فیروززاده توپ رو حالا میفرستن رو به جلو، جایی که احسان محروقی و علی داوران برای توپ رفته بودن. بازیکنان داماش از زمین خودشون سعی در بازی سازی بکنن دارن و پرس خوبی رو انجام میدن بازیکنان شهرراز و توپی که لو میره. حالا در همین ابتدای کار برتر نشون دادن، یه اشتباه برای بازیکنان شهرراز و توپی که داماشی ها میتونستن صاحب اون بشن و اشتباه باعث شد که این توپ به اوت بره. پر اشتباه نشون داده تیم داماش. یه اشتباه هم شهررازی ها کردن در همین پاس هایی که در واقع در میانه میدان داده میشد. اون گوشه زمین توپ رو به پای بازیکن لاجوردی پوش تیم داماش گیلان میکوبه تا توپ به بیرون بره. از شهر رشت تیم فوتبال داماش گیلان اومده، تیمی که در واقع شهری که تیم‌هایی مثل سپیدرود رشت و همین داماشی که خب یه زمانی پگاه بود از اون شهر معلوم نیستش که به چه دلیلی لایوشون قطع شد. من در ابتدا خدمتتون عرض کرده بودم که امروز در خصوص پخش ما داستان‌های فراوانی داریم و حالا پیجا دارن پخش میکنن. هر جایی که کیفیت بهتری داشت من سعی میکنم که مثنوی صدمن کاغذ هست. تو خط دفاعی به محروقی مهاجم تیم شهرراز هست در این بازی. سعید توپو میذاره جلو و میزنه زیرش. توپ میاد به میانه میدان. هادی رفسنجانی میده به امینی. امینی میندازه توی خط دفاعی و داور اعلام پرتاب دست کرده. بوت دستی رو داور اعلام میکنه. بازیکن داماش به دنبال توپ هستن. توپ میرسه به دروازه‌بانشون ناصری. میندازه برای فرامرزی دفاع. فردین رجفی، آذری، آرمان لطف خدا، کیخسرو و توپو میگیرن بازیکن شهرراز. خطا روی محمد امینی اعلام میشه.
خطا رو سعید ابراهیم پور میزنه زیرش، میاد به وسط زمین. بازیکن شهر راست محروقی هست، توپ رو داره بازیکن داماش و بالاخره رضا آذری میندازه این سمت. فردین نجفی داره توپو نگه میداره، میده اون برای مهدی خانی. مهدی خانی رو به عقب برای هادی رفسنجانی پاس میده به لطف خدا. سجاد قلی بیگی و داور خطا اعلام نمیکنه. هادی رفسنجانی توپو میگیره، رضا آذری توپو میده به سجاد قلی بیگی و به قلی بیگی نمیرسه. بازیکن شهر راست تو خط دفاعی بازیکن شهر راست فرامرزی بازیکن شهر راست توپ رو دارن. سجاد قلی بیگی میگیره، داره پشت دستش فردین نجفی. سجاد قلی بیگی حرکت میکنه رو به جلو، خطا روی فردین نجفی اعلام میشه. مهدی خانی میره پشت ضربه قرار میگیره. مهدی خانی به همراه محمد امینی دو نفری هستن که پشت ضربه قرار میگیرن. حمید درخشان هم اونجا مشکی پوشیده، مشخص کنار تصویر. بازیکن داماش باید ارسال کنن روی دروازه. مهدی خانی یا امینی، ببینیم کدومشون ارسال میکنن. مهدی خانی ارسال میکنه و بازیکنان شهرراز میزنن. بازیکن داماش حملاتشون رو دامنه دار نگه میدارن و توپ میرسه به دروازه‌بانشون ناصری میندازه اینور. شما 10 شد. بهیمی بود. شما 10 میندازم برای فردین نجفی. فردین به دنبال توپ است و رضا آذری با دیدی که داشت خوب انداخت ولی خب بهش نرسید. بازیکن شهر راست در خط دفاعی صاحب توپ هستن. خب در حالی که چیزی حدود 10 دقیقه از بازی گذشته، نتیجه کماکان 0-0 مساوی است
و بازی بیشتر در میانه میدان در جریان بوده و هیچ تیمی برتر از اون یکی تیم بازی نکرده تا به حال. حالا یه موقعیت میره که برای بازیکنان شهرراز به وجود بیاد، از اون سمت فرصت ارسال رو داره، ببینیم این کار انجام میده یا نه. یه حرکت خوب از بازیکنای شهرراز و توپی که به کرنر رفت. تشویق بیامان هواداران رو داریم. حالا باید ارسال بکنه ضربه کرنر رو. گل‌هایی که تیم شهرراز به حریفاش زده بیشتر از روی همین ضربه کرنر و ارسال‌ها بوده و با ضربه سر تونستن دروازه حریفان خودشون رو باز بکنن. روی دروازه میفرسته، موقعیت هست. این بار ضربه دروازه رو میگیره داور مسابقه. کار رو باید سعید ابراهیم پور آغاز بکنه، دروازه‌بان کهنه‌کار شمال. در تمام تیم‌های شمالی سابقه بازی داره و یکی یه دور همه رو دور زده. توپ رو بفرسته، متراکم میشن این سمت زمین همه بازیکن‌های دو تیم. ضربه سر رو نارنجی‌های شهرراز میزنن. توپی که میرسه به بازیکنان داماش و بلند میفرستن به زمین شهرراز. حالا توپ رسیده به بازیکن لاجوردی پوش، موقعیت میتونه به وجود بیاد، مشایعت میکنه بازیکن تیم داماش رو. خطا نگرفت، میتونه خطرساز باشه. خطا نگرفت و توپی که به اوت رفت. توپ رو پرتاب میکنه. حالا اون سمت رسیده به بازیکنان داماش. ادامه کار کلا سوت نزد داور تو این 3-4 تا صحنه ای که شاهد اون بودیم. میرسه به محمد ناصری. اینور کاپیتان کمال نیکخو رو صاحب توپ میکنه. میتونست با فرامرزی کار بکنه، این کار انجام نداد. با رضای فیروززاده کار رو دنبال میکنه. رسیده به احمد نصیری، دوباره برمیگرده برای فرامرزی. کمال نیکخو توپ رو بلند میفرسته جایی که توپ نرسید. توپ رو بلند کمال فرستاد اما صاحب توپ نشد. کیخسرو سیاهپور صاحب توپ میشه، بازیکنی که ناماشناست برای علاقمندان به فوتبال در استان فارس. فصل قبل در همین تیم شهرراز بود، البته نیم فصل دوم، و سابقه بازی در تیم قشقایی شیراز رو هم داره. روی زمین افتاده فردین نجفی. حالا بازیکن داماش یکی از کمک‌های مسابقه میگه که هیچی نمیگیره داور وسط پژمان قراییان، کمکش وحید هلی رودی، کمک داور دوم محمد عبدلی و کمک چهارم آقای منفردیان. عصر روز جمعه 13 مهر. حالا محمد ناصری باید کار رو آغاز بکنه. کار آغاز میشه با فرامرزی. توپ رو میبرن اون سمت. خط دفاع شهرراز حالا سعی میکنن با همدیگه کار کنن. فرامرزی مجددا، کمال الدین نیکخو، یه چند ثانیه توپ رو نگه میداره
تا فردین نجفی بهش نزدیک بشه. یه لحظه نزدیک بود توپ لو بره، این اتفاق نیفتاد. یه توپ خوب رو فرستاد، اگه رد بشه ابراهیم پور از دروازه بیرون اومد. فردین نجفی توپ رو میاره این سمت برای محمد سجاد قلیبیگی، میتونه ارسال بکنه، این کارو نمیکنه. خود قلیبیگی توپ رو به عقب کار میشه تا کیخسرو سیاپور باز هم توپ رو عقب‌تر ببره. حالا اومدن و در زمین تیم شهرراز پاس‌های متوالی رو به همدیگه میدن. در زمین تیم داماش اونور احسان محروقی که بهترین گلزن تیم شهرراز هم هست تا به اینجای کار با 3 گل. توپ میاد، منطقه بازی رو عوض میکنن. داماشی ها خوب متراکم کار میکنن و مدام در حال تغییر جاهاشون هستن در زمین. حالا یه موقعیت میتونه پیش بیاد این طرف، اگه پاس بده خطرناکه. حالا جای خالی رو پر میکنه بهمعی. توپ لو میره، یه لحظه جدالشون بر سر توپ. فرامرزی اینور تا توپ میره اون سمت زمین. جعفر حسین پور، احمد نصیری، فرامرزی، خودش یه حرکت خوب، 2 تا بازیکن رو یه جورایی محویت پاسش خوب نبود، تونست خیلی بهتر کار بکنه. خودش برای خودش یه فضای خوب ساخت، ولی خب در ادامه خوب پاس نداد. محمد ناصری، این برای چندمین باره که محمد ناصری کار رو آغاز میکنه توی چند دقیقه اخیر، اما خطر جدی واقعا نبوده روی دروازه. حالا یه بازیکن از تیم داماش بلند شد از سر جای خودش، حالا موقعیت میتونه پیش بیاد و یه موقعیت میتونه ضربه رو از همونجا بزنه. این چی شده؟ ضربه دروازه رو گرفت. سف سف مساوی. حساب کار 0-0 مساویه و بازی حدوداً از ساعت 17:04 شروع شده. امروز 3 تا بازی برگزار میشه از رقابت‌های لیگ دست اول که شهرراز با داماش همین بازی هست که ملاحظه میفرمایین. سایپا با مس شهر بابک در تهران به مسافه هم میرن. اون بازی تا دقیقه 10 0-0 مساویه و از ساعت 6:30 پارس جنوبی جمع هم با شهرداری نوشهر بازی میکنن در جمع. توپ میاد به زمین شهرراز. رضا فیروززاده یه لحظه میتونه خطرناک باشه، ببینیم چطوری این توپ رو مدیریت میکنه. خطا نگرفت، یه توپ رو ارسال میکنه و محمد ناصری که به پرواز در میاد و توپ رو میگیره. انگیزه بالایی داشت قبل از شروع بازی برای اینکه خب این بازی رو
با کلین شیت به پایان برسونه. رضا فیروززاده اینور برای فرامرزی بلند توپ رو میفرسته، میتونه خطرناک باشه و یکم اگه روی این توپایی که برای محروقی میفرستن دقت بکنن، فرصت طلب رضا در واقع احسان محروقی. سعید ابراهیم پور باید کار رو آغاز کنه. هر سری خیلی جالبه تراکم میانه میدان و هر بار که ابراهیم پور میخواد کار رو آغاز بکنه حالا توپ به اوت رفته، قد و بالای بلندی داره این کیخسرو سیاهپور. بجز کیخسرو سیاهپور محمد امینی هم در تیم داماش توپ میزنه. محمد امینی که سال پیش در تیم شهرراز بود و اصفهانی هم هست این بازیکن. کیخسرو خودش باید کار رو آغاز بکنه. رضا بهمنی به زیر توپ میزنه. توپ اومده در زمین تیم داماش گیلان و با دروازه‌بان سعید ابراهیم پور کار میکنن. کار رو ادامه میده. توپ میاد در میانه میدان، مدام این ضربات ادامه داره و هر دو دروازه‌بان توپ‌های بلند رو هی میفرستن به میانه میدان. ماحصل خاصی هم تا حالا که نداشت. بهمنی نرفت تو پای بازیکن مستقیم خودش. کمال نیکو توپو با دروازه‌بان، خطرناکه، چه کار خطرناکی. فردین نجفی بازیکن خطرناکی نشون داده در تیم فوتبال داماش و باید مراقبش باشن. توی 2-3 تا صحنه نشون داده که به دنبال یک اشتباه و یک فرصته. زهردار نشون نداده تیم داماش، ولی خب با یک اشتباه یهو سرنوشت یک بازی و 3 امتیاز مشخص میشه. اوت برای تیم شهرراز. کلا چنگی به دل نزده بازی، چیز خاصی ندیدیم. ضربه شروع مجدد خطرناکی، ضربه دروازه یا ریاکشن خطرناکی از دروازه‌بان ها چیزی ندیدیم. کلا خود کمال بلند توپ رو ببینیم، نه این دفعه بلند کار نکرد و حالا توپ رو خودش میفرسته، میتونه خطرناک باشه. کوتاه بود ارسالش، رسید به رضا فیروززاده. قاطی کردن یه لحظه با هم دیگه دو بازیکن تیم فوتبال شهرراز. این طرف علی داوران توپو فرستاد و ادامه کار. خیلی جالبه، ولی کلا فکر میکنم حالا نشمردیم ولی 2-3 تا خطا بیشتر از اول بازی توسط داور اعلام نشده. داور کم خطاییه داور مسابقه. اون گوشه حالا توپ رو در میاره به هر شکلی که هست، میتونه خطرناک باشه. خوب کار کرد بین 2-3 تا بازیکن، بهتره که پاس بده و خطا. این بار خطا اعلام میشه از بازیکنان داماش. بعد توپ رو ارسال بکنن. اگه اشتباه نکنم احمد نصیری است که پشت توپه و
این توپا رو خوب میفرسته. حالا یک بار دیگه بازم خوب فرستاد. خیلی خوب بود این موقعیت و چقدر راضی هستن از هم نارنجی ها. میتونست به گل تبدیل بشه. توپی که احمد نصیری فرستاد و محروقی ضربه سر زد. حالا از این به بعد البته نکته هم بگیم که شهرراز 2 تا در واقع نصیر داره، یکی جواد یکی احمد. توپ میاد به زمین شهرراز شیراز، دوباره صاحب توپ میشن. 3-4 دقیقه‌ایه که داماش نتونسته کاری رو از پیش ببره. اوت گرفت مهداد بایرامی، میسپاره تا کیخسرو که پرتاب‌های اوتش نسبتاً بهتر هست این کار انجام بده. میتونه موقعیت خطرناکی باشه برای تیم داماش. 0-0 مساوی دقیقه 31 بازی. حالا خود کیخسرو توپ رو میفرسته، میتونه خطرناک باشه. ارسال روی دروازه، چقدر خطرناک بود این توپ. حالا توپ رو ارسال میکنن. کمال نیکو اعتقاد دارن بازیکنان داماش که توپ به دست برخورد کرده. سعید ابراهیم پور باید توپ رو ارسال بکنه. توپ میره اون سمت، میتونه خطرناک باشه. فضای خوبی رو داره برای ارسال. اگه برن توی باکس حالا بفرسته توپو، یه ارسال خوب، یه موقعیت اگه حالا بزن دیگه. این ضربه رو از پاش فاصله گرفت. توپ از پاش فاصله گرفت، نتونست دروازه رو باز بکنه. موقعیت جدی و خطرناک و خوبی بود برای بازیکنان شهرراز که جلو بیفتن. فردین نجفی اشتباه بعد او میتونه پاس بده اینور. رفته بود علی اسفندیار. کمال نیکو
خطا کاملا مشخص بود. بحث موقعیت‌های روی دروازه. یه بازی خیلی خوب رو شهرراز مقابل مس سونگون کرد در تبریز. حالا یه لحظه توپ لو رفته، میتونه خطرناک بشه. ببینیم کورنر میده بازیکن تیم داماش یا توپ رو به اوت میفرسته. اوت شد توپ. حالا 2 توپ میاد وارد زمین میشه. داور مسابقه خودش زحمت اون یکی توپ رو میکشه و کمال باید کار رو آغاز بکنه. حالا کمال الدین نیکو اوت رو پرتاب کرده، میتونه خطرناک باشه. ببینیم چه اتفاقی برای این توپ میفته. مدام ضربات سری که یکی پس از دیگری زده میشه. حالا میتونه بفرسته، خطرناک هست. و سعید ابراهیم پوری که با قامتی بلند، حالا 3 تا بازیکن 2 تا بازیکن همزمان روشن و بکنم خطا گرفت. کار رو باید آغاز بکنه. سعید ابراهیم پور بیشترین بازیکنانی که تو این بازی تا حالا تو این یک نیمه‌ای که دیدیم پاشون به توپ خورده دروازه‌بانای 2 تیم بودن و مدام شور مجدد داشتن. بازیکن کهنه‌کار رو با سابقه ساله که در فوتبال ایران فعالیت میکنه. کیخسرو سیاهپور اوت انداخت با ایرامی و همون همیشگی میاد تا اوت رو پرتاب بکنه. کیخسرو سیاهپور در زمین تیم فوتبال شهرراز. فرامرزی 2-3 بار این حرکت رو انجام داده و فریب داده بازیکن مقابل خودش رو. داوران فرامرزی میتونه توپ رو بفرسته برای بازیکنانی که اون جلو آماده هستن. داوران یک بار دیگه صاحب توپه. خود داوران پاس رو داده. اگه توپ رد بشه که این اتفاق نمیفته، لو رفت. مهداد بایرامی صاحب توپ 2-3 تا بازیکن پیرهنش رو کشید و خطا مشخص بود. انصافاً آقای قرایان داور آروم و ریلکسیه و کلا خیلی اعتقاد به فکر کنم کارت زرد داد. ولی آره تعجب کردم که این صحنه رو کارت زرد نداد، ولی یکم که رفتیم جلوتر دست به جیب شد. کارت داشت این صحنه. سه دقیقه زمان تلف شده برای این بازی. کمک داور چهارم میاد کنار زمین و اعلام میکنه. دیگر مهاجم تیم فوتبال شهرراز که تشنه گلزنیه در لیگ 2، آمار گلزنی خیلی خوبی داشت فصل گذشته، علی اسفندیار
با تیم فوتبال بهمن تهران. کمال نیکخو رضا رو صدا میکنه، رضا بهمنی رو، ولی توپ برای احسان فرستاده شد. احسان محروقی که یک کوچولو وقفه افتاد بین گلهاش. توپ میاد برای محمد ناصری، توپ رو بلند میفرسته به میانه میدان. حالا یکی دو بار همینطور بازیکنان دو تیم با هم قاطی میکنن تا بالاخره صاحب توپ شده اونور جعفر حسین پور. خوب بازی کرده کلا جعفر حسین پور، بازی رو آروم کرد. شبیاری این طرف فرامرزی، آخرین بازیکن شهرراز در زمین خودشون، خطرناک میتونست بشه. توپ رو دور میکنه، میره جایی که اسفندیار هست و خطا نیست، ادامه کار. پاس اگه بده و ضربه ای که میتونه پاس بده و ضربه که پاس باید میداد، قشنگ باید این توپ رو پاس میداد. بهترین انتخابش پاس دادن بود. من نمیدونم چرا خودش زد. جای بازیکن نیستیم، بالاخره در شرایطش هم نیستیم، نمیشه قضاوتش کرد. به هر حال این فرصت سوخت. تو 3 تا صحنه توی این یکی دو بازی گذشته موقعیتش بود که شیرازی ها گل بزنن و بازی رو ببرن. یکی شهرداری نوشهر بود که خب موقعیت خیلی خوب و طلایی رو از دست دادن بازیکن‌های شهرراز و اگه یه کوچولو باهوشتر عمل کرده بودن چه بسا اون بازی 3 امتیازشو گرفته بودن. همینطور بازی قبل جلوی فجر میشد اون بازی مساوی باشه یا حتی با پیروزی شهرراز به پایان برسه. حالا موقعیت برای بازیکنان داماش، هر جوری که هست توپ رو ازش میگیرن. میاد این وقت خیلی خوب توپ رو انداخت جلو رضا بهمنی و حرکت قشنگی بود از رضا. حالا یه بازیکن رو مقابلش داره، توپ رو میفرسته، میرسه به سعید ابراهیم پور. خوب بود این صحنه رضا بهمنی، حیف شد. با احترام به تیم داماش گیلان و عزیزانی که از استان زیبای گیلان ما رو دنبال میکنن، این تیم داماش دروازش باز کردنیه. همینجا بازی به پایان میرسه. استادیوم داریم، بازی انگار شروع شده اگر اشتباه نکنم. بله بازی هم شروع شده. نمیدونم تصویر چرا قطع شد. فکر می‌کنم اینترنت خودشون هم یه خب بس شد. اینترنت خودشون هم انگار مشکلاتی داره. خب با شروع نیمه دوم من دیگه سکوت می‌کنم که شما صدای گزارشگر رو بشنوید. بازی از 30-40 ثانیه قبل شروع شده و در حالی که نیمه اول مسابقه با نتیجه 0-0 مساوی به پایان رسید، دو تیم پای به نیمه دوم گذاشتن. محمد ناصری، فیروززاده، فرامرزی، داوران، بهمنی، اسفندیار، نیکخو، حسین پور، یاری، محروقی و نصیری. 11 مرد تیم شهرراز شیراز هستن: ابراهیم پور، کیخسرو سیاپور، امینی، نجفی، بایرامی، مهدی خانی، قلی بیگی، رفسنجانی، لطف خدا، آذری، هاشمی. 11 بازیکن تیم فوتبال داماش هستند. بازی متعادلی رو در نیمه اول آنچنان موقعیتی نداشت. 2 صحنه خیلی خوب رو بازیکن‌های شهرراز خلق کردن که خب اگه یکم باهوشتر عمل می‌کردن شاید الان نتیجه 0-0 نبود. اوت برای تیم فوتبال داماش.
هدایت تیم فوتبال شهر راز به عهده ستار زاره، فوتبالیست سالهای نچندان دور تیم برق شیراز هست. حالا یه موقعیت برای تیم داماش که از این سمت خوب کنترل کرد توپ رو و فریب داد بازیکن نارنجی پوش رو. یه موقعیت خوب برای بازیکن داماش و این بار محمد ناصری. حواسش امشب جمع انصافا و خوب کار کرده ناصری، عزمش جزمه که کلینشیت رو به ثبت برسونه. حالا میتونه توپ رو بگیره و بعد کنترلش کرد. باز هم بازیکن داماش. سف مساوی. کار دنبال میشه در زمین تیم فوتبال داماش. توپ به کسی نمیرسه جز ابراهیم پور، او هم با مدافعین خودش کار میکنه و بلند میفرسته جایی که فردین نجفی توپ رو به بود فرستاده. داور اشاره میکنه که توپ رو باید شهر رازی ها پرتاب کنه. فرامرزی، یاری، شهاب یاری خوب فرستاد، کنترل خوب، میتونه راش بندازه احسان محروقی رو. مجددا ابراهیم پور رفته و پرس انجام شده توسط بازیکن شهرراز. رضا فیروززاده ببینیم ضربه سر رو میزنه، موفقیت آمیز بود و یاری یه لحظه تو از پاش جدا میشه، فیروززاده کمکش میکنه، میاد اینور برای رضا بهمعی ارسال بکنه، میتونه خطرناک باشه. خیلی بلند فرستاد جایی که به توپ ببینیم میرسه یا نه، نرسید و ضربه دروازه. یه باریکه کوچیکی هم از پروژکتورها توی تصویر هست که باعث میشه یه کوچولو سفیدتر بشه. از این بابت هم عذر میخوایم ازتون. ابراهیم پور کار رو دنبال میکنه. تعداد شروع مجددهایی که دروازه‌بان‌ها داشتن توی نیمه اول خیلی زیاد بود. جعفر حسین پور این طرف رو اگر ببینه فضای خوبیه. حالا فیروززاده، یاری تا کجا بالا اومده یاری، حالا نفوذ میکنه، توپ لو میره. اگه داوران به توپ نرسه میتونه خطرناک باشه. علی داوران حرکتش خوب بود، موقعیت میتونه به وجود بیاد اون طرف اگه پاس بده و یارگیری خوبی رو تو این صحنه انجام داد بهمعی. حالا فشار شهررازی ها ثانیه به ثانیه داره بیشتر میشه. شهاب یاری توپی که گمش میکنه یه لحظه. محمد امینی بهمعی توپ رو پرتاب میکنه بلند، میتونه خطرناک باشه. فیروززاده خطا کاملا مشخص بود، صحنه خطا. فرصت بسیار ایدئال که کمال نیکپور رفته پشت توپ. حالا این طرف یه لحظم اومد تا صحبت‌هایی رو باش بکنه ستاره زاره. محمد علی فرامرزی بازیکن بومی تیم فوتبال شهرراز. حالا جواد نصیر هم میاد که به بازی بیاد به جای بهمعی. بد کار نکرده بود بهمعی نیمه اول رو، حالا باید تعویض بشه، از بازی بیرون بیاد. حالا کمال نیکو است و ضربه ای که باید زده بشه و میتونه خطرناک باشه. خیلی خوشجاست ضربه
ببینیم ارسال میکنه یا مستقیم میزنه. درخشان هم کنار زمین حضور داره و تیمش رو کوچ میکنه. گل میخوان هوادارهای تیم فوتبال شهرراز و منتظر باز شدن دروازه این تیم هستن. یه لحظه میتونه موقعیت و ابراهیم پور سعید ابراهیم پور چه توپی رو از درون دروازه کشید بیرون. موقعیت عالی بود که نذاشت گل بشه. عجب توپ معرکه‌ای بود. ارسال ها خیلی خطرناکه امسال و شهررازی ها خیلی خوب توپ ها رو ارسال میکنن و ضربات سر رو میزنن. حالا میفرسته توپ رو، کورنر میتونه خطرناک باشه. ضربه بازم ابراهیم پور، 2 تا پشت سر هم. وای که چقدر این ابراهیم پور خوب بود تو این 2 تا صحنه. چجوری گرفت این 2 تا توپ رو، 2 تا توپ پشت سر هم. پنج 6 دقیقه دیگه اگه همین جوری ادامه بدن انصافا گل میزنن به این تیم داماش. راضی هستن هواداران. این طرف هم اگه ببینیم هوادارهایی که اومدن در استادیوم حافظی شیراز روی زمین افتاده ابراهیم پور. دقیقه 53 بازی است. کماکان 0-0 مساوی. تشویق میکنن مدافع بومی خودشون رو، جواد نصیر، که خب فصل قبل هم در این تیم بازی کرد. بازی ها به این شکل شده که حالا بازی پارس جنوبی شهرنوشهر که شروع نشده، ساعت 6:30 حدوداً 10 دقیقه دیگه بازی شروع میشه. مثل شهر بابک 1 گل رو زده به سایپا. تا پایان نیمه اول اون بازی 1-0 به نفع مثل شهر بابک هست. دقیقه 23 شهر بابکی ها تونستن جلو بیفتن. یکی از اون شهرهاییه که شما وقتی میرید به شدت اذیت خواهید شد برای اسکان و موندن و حمل و نقل و یه مقدار واقعا باید روی بحث زیرساخت‌های اون شهره یه فکری بشه. حالا بازیکنان داماش کار رو باید دنبال بکنن در میانه میدان. توپ میاد به زمین تیم شهرراز و در ضربه دروازه‌ای که محمد ناصری باید کار رو آغاز بکنه. شهاب یاری توپ رو خوب میارن به زمین. بازیکن داماش میتونه خطر ساز بشه، راه انداخت اون سمت. اگه بتونه ارسال بکنه تکل خوب، تکل خوبی که توپ رو بود از مقابل پای فکر میکنم جعفر بود یا نه کمال نیکو بود که حرکت کرد از اون سمت. حالا باید ارسال بکنن، اوت رو پرتاب بکنه بازیکن تیم فوتبال شهرراز. این کارم انجام کوتاه، پاس خوبی نبود. میتونه خطرساز بشه. اومده این سمت و مشایعت کرد، توپ رو در آورد و اوت رو گرفت. از
بازیکنان خودشون میخوان که حمله کنن هواداره تیم فوتبال شهرراز. حالا توپ میاد در زمین تیم فوتبال داماش، یه لحظه تعادل بازیکن نارنجی پوش رو به هم میزنن، اما داور اعتقاد به ادامه کار داره. محمد ناصری بلند، خطا نیست، ادامه کار، کلا خطا نمیگیره به این سادگی ها داور مسابقه. حالا تو یه موقعیت بازم ابراهیم پور، چقدر خوبه ابراهیم پور، چند تا سیو دیگه، بسه بابا دیگه، یکیشو نگیر محض رضای خدا. فشار بیارن میتونن دروازه رو باز بکنن. البته کوتاه نمیاد ابراهیم پور جور که معلومه. یک بار دیگه ارسال روی دروازه، با خودشون قاطی کردن به نظر میرسید. حالا خطا گرفت داور. 3 سیو محشر و بی‌نظیر از سعید ابراهیم پور دروازه‌بان داماش، بازی رو در واقع نگه داشته، این تک امتیاز رو برای تیم فوتبال داماش گیلان. دیگه خودتون دیدین کاملا در جریان بازی هر 3 تا توپی هم که گرفته روی ارسال بوده، ارسال هایی که یکی پس از دیگری از هر دو طرف، نه فقط بگیم حالا یه طرف زمین ارسال بشه، از هر دو طرف این ارسال ها شکل گرفته. انصافاً یکی از خطرناکترین تیم های لیگ آزادگان رو ضربات حالا سانتر رو مجدد، کورنر و این چنینی هستن. ضربات سر خیلی خوب میزنن بازیکن‌های شهرراز. در رأسشون هم احسان محروقی است. حالا درخشان کنار زمین صحبت میکنه با بازیکن‌های خودش و ابراهیم پوری که ناجیه، یعنی بهترین بازیکن زمین با فاصله بوده این ابراهیم پور تا به حال. در نیمه دوم حالا نیمه اول آنچنان ریاکشن هایی رو نشون نداد، ولی خب نیمه دوم خیلی خوب کار کرده و چند توپ خوب رو در آورد. پونزده دقیقه از نیمه دوم گذشته و به لطف ریاکشن های خوب دروازه‌بان تیم داماش بازی 0-0 مساویه. حالا یه کوچولو تعلل هم به وجود میاره و یه مقدار از زمان بازی رو هم سعی داره تلف بکنه. طبیعی است، بالاخره خب تک امتیاز، اون هم از شیراز و از شهررازی که خب امتیاز بازی رو میخواد برای ادامه کار خودش، نتیجه خوبیه. خطا محمد امینی، او هم بعد ارسال نمیکنه توپا رو، حالا کار رو باید دنبال بکنه، کوتاه کار میکنه با بازیکن خودی. بازم امینی یه لحظه با دست قشنگ گرفت توپ رو با ایرامی، اصلا فکر کنم کسی متوجه نشد. یاری جواد نصیر تازه وارد، در واقع 2-3 دقیقه میشه که به زمین مسابقه وارد شده جواد. جعفر حسین پور باید کار رو آغاز بکنه برای جواد نصیر.
آغاز بکنه. کوتاه کار میکنه. جعفر حسینپور خطا. فیروززاده، نصیری در واقع. حالا این طرف برای جعفر حسینپور، توپ خوب کاشت و داوران نرسید. بایرامی توپی که میگیرن رو زمینم افتاده. بازیکن تیم فوتبال داماش به کار ادامه میدن بازیکنان دو تیم. حالا بیرون میزنه قطعا. بله این طرف رو اگه ببینید بازیکن تیم فوتبال داماش روی زمین افتاده و مصدوم هست. کار دنبال میشه با پرتاب اوت. توپ رو به بازیکنای آبی پوش داماش گیلان میدن. یه لحظه خطای کف پا رو گرفت. ابراهیم پور مجددا توپ رو به زمین تیم فوتبال شهرراز میفرسته، جایی که جواد نصیر یه ضربه سر و توپی که رفت و بالای دروازه با ارتفاع خیلی زیادی دور شد. محمد ناصری دروازه‌بان تیم فوتبال شهرراز این سری کوتاه با مدافعان خودش رو در میارن از اون مخمسه ای که حالا گیر کرده بود. حالا موقعیت میتونه به وجود بیاد. یک کم اگه این صحنه باهوشتر عمل میکردن توپ میرسید و میتونست خطرناک باشه. دوباره برمیگرده به جایی که مدافعین شهرراز میرن و خودشون رو میرسونن به توپ. یاری بلند نمیرسه به توپ. کادر فنی شهرراز اشاره میکنه که اگه توپ رو نگه داری موقعیت بهتری میتونه به وجود بیاد. دو تعویض برای تیم فوتبال داماش. شماره 17 علی خدایی به بازی میره. از اون طرف هم سامان مهرابی زاده وارد زمین مسابقه شدند. پرتاب اوت رو انجام میدن بازیکنای داماش در میانه میدان. خطا نمیگیره به این سادگی ها پژمان قرایان. میتونه خطرناک باشه. لو رفت ولی اون گوشه تراکم بازیکن‌ها خیلی زده. خیلی خوب جهت بازی رو عوض کرد و یه پاس خیلی خوب داد به جعفر حسینپور و جعفری که توپش لو میره ولی خب مجددا میرسه به یار خودی جواد نصیر. او هم فامیل خودش رو صاحب توپ میکنه نصیری. حالا اونور فیروززاده
مجددا رو بغل. عرفان بشارتی میخواد به بازی بیاد، نمایش خوبی رو در چند بازی قبلی داشت. میتونه خطرساز باشه این توپ برای محروقی فرصت طلب این طرف و اوت برای بازیکنان شهرراز. شماره 9 به بیرون میاد، علی داوران، و به جاش عرفان بشارتی بازیکن مرودشتی شهرراز به زمین مسابقه میره. آینده فوتبالمون هستن این بازیکن‌های بومی. حالا خود جعفر حسینپور خوب ارسال میکنه این توپا رو، این یکی رو نتونست ارسال کنه. حالا امیدواریم حداقل تبدیل به ضد حمله نشه. خود جعفر دست به خطا میزنه و مجبور میشه که یه خطا رو بده به تیم داماش. حالا سعید ابراهیم پور هادی رفسنجانی توپ رو میاره وسط و اوت مشخصا برای شهرراز. جواد نصیر باید کار خودش رو آغاز بکنه. توپ برمیگرده، مدام ضربات سری که توپ رو جابجا میکنه بین دو تیم. حالا این بار با دروازه‌بان خودش کار میکنه، محمد ناصری. و 24 دقیقه از نیمه دوم گذشته و هوشیار باید عمل بکنن بازیکن شهرراز. آنچنان فرصتی باقی نمونده و به سرعت داره دقایق یکی پس از دیگری میگذره برای نارنجی های شیراز. میتونه جهت بازی رو عوض بکنه. حالا همین کارم انجام داد. توپی که بیرون با دست کنترل میکنه جعفر حسینپور. شخصیت بسیار جالبی داره این جعفر و بعضن کار قشنگی میکنه. کیخسرو نه، محمد امینی بود در واقع اوت رو پرتاب کرد دیگه. بس که اوتا رو کیخسرو پرتاب کرده عادت کردیم. حالا مهرابی یه لحظه دوچار اشتباه شد. بازیکن شهرراز میتونه یه پاس خوب بده اما هوشیارانه محمد ناصری این بار هم توپ رو جمع میکنه. مثل همتاش در تیم داماش کار سختی نداشته امروز و به زحمت نیفتاده. 3 تا صحنه خیلی خوب رو ابراهیم پور گرفت. قطعا بازی باید 3-0 میشد. خیلی صحنه‌های خوبی رو گرفت از تیم شهرراز و نذاشت به گل تبدیل بشه. دقیقه 26 این طرف. حالا یه اشتباه بدی کرد جواد. حالا باید هوشیار باشن، خطرناک میتونه باشه این صحنه روی یه اشتباه فردی و برمیگردن دیگه. حالا بازیکن‌های شهرراز و میشه گفت خطر از بین میره و به سعید ابراهیم پور میرسه و میان بالا بازیکن‌های نارنجی پوش و کلاً خنثی میشه. حالا یه اشتباه دیگه میتونه مرگبار باشه. ببینیم چه اتفاقی میفته با این توپ. ضربه و به کجا کوبید. اگه یه بازیکن 6 تن پشت این توپ بود کار سخت میشد برای بازیکن‌های شهرراز. نباید چنین اشتباهاتی رو انجام بدن.
جواد نصیر رو میفرسته رو به جلو، برمیگرده و به کسی نمیرسه به جز بازیکنهای داماش. 0-0 مساوی. دقیقه 28 نیمه دوم. 1-2 بازیکن رو پشت سر میگذاره و توپی که حتی هم نگرفت. حالا دور میزنه و برمیگرده بازیکن شهرراز. باید گل بزنن. حیفه واقعا این بازی و 3 امتیازش که بخواد از دست بره. رضا آذری خطا میگیره از جعفر حسین پور. ابراهیم پور. خود ابراهیم پور بلند. یک کنترل ناموفق از عرفان بشارتی. حالا توپ رو از اونجا اگه در بیارن خیلی خوب میشه. همینطور دومینووار میخوره به بازیکنای دو تیم و محمد امینی که موفق تر است و از علی اسفندیار یا اوت میگیره. محمد امینی خودش باید پرتو اوت رو انجام بده. همین کارم کرد. اصلا ضربه سر رو نتونست بزنه بازیکن داماش. دوباره مدام بین دوتا تیم توپ پاس میشه. یه توپ خوب و فرستاد. اگه برسه به این توپ میتونه خطرناک باشه. رو به عقب گزینه خوبی رو انتخاب کرد. میتونه پاس بده. همین کارم انجام داد. این طرف توپ رو میفرسته و ابراهیم پوری که حالا نگه میداره تا محروقی بره سمتش. امینی یه تکله خوب. اوت نخورد به پای بازیکن شهرراز. بایرامی بود که میخواست یه اوت بگیره اما موفق نشد. جواد نصیر. خود جواد کار رو آغاز میکنه. مدام توپ بین دو تیم رد و بدل میشه. میرسه اون طرف. حالا اگه بتونن جهت بازی رو عوض بکنن و همون سمت ادامه بدن. داش از اون سمت زمین شکننده نشون داده. شهاب یاری میفرسته جایی که هیچ کس نیست و توپ لو میره. مهرابی این طرف. بایرامی. دقیقه 31 نیمه دوم. 0-0 مساوی و هند. این اوت که خطای هند. امینی. عادی رفسنجانی کار رو آغاز میکنه. میتونه خطرناک باشه. کم تعدادن. آفساید هست کاملا مشخصه. آفسایدی که از مهرابی زاده گرفت داور. حالا محمد ناصری که سری میره و بازی رو آغاز کنه. اون سمت رو اگه هدف بگیرن و بفرستن که خب این اتفاق نمیفته و کوتاه کار. همون 3 تا صحنه ای که ابراهیم پور گرفت دیگه بعدش
موقعیت خطرناکی رو نداشتی. یاری، نصیر، یاری، دوباره همون نقشه قبلی رو پای ریزی میکنن. جواد نصیر میاره اون طرف فرامرزی، نصیری، انقدر خوبه این نصیری در میانه میدان و قرص و محکم عمل میکنه که همگان انتظار یه بازی خوب رو در همه بازی ها ازش دارن. حالا موقعیت میتونه به وجود بیاد، میکوبه به دست عرفان بشارتی جوان و توپی که اوت شد. محمد امینی مجدداً میره تا توپ رو پرتاب بکنه. محمد امینی سابقه بازی بجز تیم شهرراز در تیم فجر سپاسی هم بازی کرده. مهرابی بین 3 تا بازیکن به هر شکلی که هست توپ رو در میاره، میفرستن اون طرف. میتونه خطرناک باشه اما در دفاع پرتعداد هستن بازیکنان شهرراز و کاری از پیش نمیبرن. داماشی میگردونن توپ رو تا بلکه روزنه‌ای برای نفوذ پیدا کنن. دوباره رو به عقب، بلند، این بار اوت رو گرفتن. 0-0 مساوی. حالا بازیکنان داماش دوباره در زمین خودشون سعی می‌کنن توپ رو بچرخونن تا بلکه بتونن راهی رو برای نفوذ به خط دفاعی شهرراز پیدا بکنن. تو این صحنه خوب عمل میکنن و میتونه خطرساز باشه. حالا 2 تا بازیکن رو کنار خط میارن، امیری و سجاد. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته اگه دست بذاره و در واقع بدن بذاره و بتونه توپ رو بگیره که سخت کار. مجدداً بازیکنان داماش توی 1-2 صحنه توپ رو خوب تونستن بین همدیگه بچرخونن و به زمین شهرراز ببرن. میتونه خطرناک باشه. مهرابی تو این صحنه ها باید حواسشون رو جمع بکنن بازیکنان شهرراز. همین تک موقعیت ها یوهو مثل این 2-3 تا بازی قبلی که انصافاً تیم ها استحقاق کسب نتیجه مقابلش رو نداشتن، یه لحظه غفلت باعث میشه که دیگه نشه کاری کرد. سجاد صالحی زمین میاد، امیری، در واقع سجاد صالحی به جای فیروززاده اومد و به نظر میرسه امیری هم به جای یاری به زمین مسابقه میاد. دوباره و میخواد که کار آغاز بشه چون هنوز بازیکن‌ها فرآیند تعویضشون کامل نشده بود. حالا هجومی تر باید بشه تیم شهرراز با تعویضایی که انجام شد. خود سجاد اولین توپش رو هم دشت میکنه. حالا با موفقیت نمیتونه پاس رو برسونه، در کنترل ناموفق بود. شماره 7 شهرراز فرامرزی میده جایی که محمد ناصری هست. نصیر، مجددا نصیر میفرسته رو به جلو، یه پاس خوب. امیری، خود امیری و توپی که ازش گرفتن. حالا جسورانه مقابل بازیکن داماش قرار میگیره و نتونست کاری رو از پیش ببره و توپش رو بگیره. حالا ابراهیم پور هم بازی رو نگه میداره تا امیری به استقبالش بره و بلکه یه چند ثانیه‌ای زمان بگذره. این یک امتیاز مال ابراهیم پوره و خودش به تنهایی این یک امتیاز رو برای تیمش تا به اینجا گرفته.
و اگه قرار بود اشخاص در جدول لیگ امتیازی به نامشون ثبت بشه، باید الان ابراهیم پور یک امتیازه میشد در جدول رقابت ها. اوت برای شهرراز بود و چجوری گرفت داور این رو برای داماش، کاملا دیگه دیدیم هممون. به نظر میرسه اعتقاد به خطای هند دارن بازیکنای شهرراز. جایی هم هست که هم کمک نزدیکه هم داور. نصیری میسپاره به جواد نصیر که کار رو آغاز بکنه. جواد زودتر باید کار رو آغاز بکنه. 38 دقیقه گذشته، 7 دقیقه بیشتر وقت نداریم. حالا میتونه خطرناک باشه اون گوشه. چقدر نوباورانه نرسید. حالا ارسال میتونه خطرناک باشه. ابراهیم پوری که تازه موتورش روشن شده. ابراهیم پور باید کار رو دنبال بکنه. همین کارم انجام میده. توپش بیشتر از اوت ماحصل بهتری رو نداره برای تیمش. میاد این سمت. جواد نصیر خالی داره. سجاد صالحی رو رفت که نفوذ بکنه اما بهش نداد. حالا احسان محروقی، توپ مجددا لو رفته. ای کاش احسان اینجا حواسش جمع بود به بازی. مجددا چقدر دست به دست میشه این توپ بین بازیکنان دو تیم. و حالا بایرامی میتونه خطرناک باشه و اوت برای تیم داماش. تایم زیادی نمونده و 3 تا صحنه طلایی رو همونطور که گفتم در حین گزارش گرفته ابراهیم پور. خیلی خوب بوده و پای عجیب غریبی رو در آورده و حالا اینجا کلا داور سود نمیزنه. نباید وایسن و صبر کنن. مثلا با امید سود نباید باشن. صالحی نرسید. میتونه خطرناک باشه. بایرامی، مهرابی میفرسته اون سمت. جهت بازی کامل عوض کرد. یه لحظه از پاش فاصله گرفت ولی خب فاصله بازیکن نارنجی پوش هم باهاش جوری بود که نتونست به این توپ برسه. در زمین خودشون داماشی ها. اوت نصیری قلب میانه میدان بوده برای شهرراز. یه دور کامل زد و آخرم توپو به همدسته خودش رسوند و اینجا هم محمد امینی میره تا نفوذ بکنه. بایرامی توپ اوت نشد. ادامه کار و اینجا داور بعد از یه 2-3 ثانیه تعلل که اوت بگیرم اوت نگیرم چی کار کنم، اعلام کرد. حالا سریع باید کار رو دنبال کنم. وقتی نمونده برای تعلل. 2 توپ دوباره در زمینه. سجاد صالحی، فرامرزی، نصیر، در واقع نصیری. فرامرزی، نصیر میفرسته. اگه تاچ میکرد توپ رو جهتش عوض میشد و دوباره مثل اون صحنه‌ای که توی ابتدای نیمه دوم به وجود اومد میتونست
به وجود بیاد. 2 تا بازیکن رفتن روی پاش، میتونه توپ رو رد بکنه، عجله کرد و حالا توپی که گرفتش و کورنر، داور کورنر گرفته اون گوشه و حالا میتونه این صحنه کورنر خطرناک باشه. رو کورنرها زهراگین هستن بازیکنای شهرراز، ببینیم چی کار میکنن. دقایق پایانی وقت قانونی مسابقه است، 42 دقیقه گذشته. این توپ میتونه 3 امتیاز رو هدیه بده و ابراهیم پور رو تسلیم بکنه. نه، پرتعداد هستن در دفاع. یه موقعیت دیگه شوت میکنه یا نه؟ حالا رسیده به جواد نصیر توی کنترل، یه لحظه حالا بیاد محمد ناصری و توپ رو بگیره و دوباره کار رو دنبال بکنن. بلند توپی که میره به زمین داماش، 2 تا بازیکن میرن برای ضربه سر و همین عامل باعث میشه که این توپ لو بره. بایرامی میرسونه. اونها هم عجول هستن و توپو لو میدن. تو چنین لحظاتی باید صبر کنی تیمت جمع و جور بشه. نصیری چقدر خوبه، سجاد صالحی و حالا توپی که رد کرده میتونه موقعیت ساز بشه. سجاد رسونده، میتونه بریزه روی دروازه و هند شد، توپ هند شد، کامل هند شد. چجوری نگرفت؟ پنالتی بود. این توپ پنالتی بود، کاملا به دستش برخورد کرد. دیدیم دیگه همه. پنالتی بود، کاملا توپ به دست برخورد کرد، نگرفت. کامل به دستش خورد، اصلا جهت توپ هم عوض شد. حالا جواد نصیر باید فراموش کنن این پنالتی که پنالتی گرفته نشد. حالا موقعیت برای بازیکن شهرراز، چه موقعیت خطرناکی بود. داره تمام وجودش رو میذاره شهرراز برای اینکه دروازه رو باز بکنه. من نمیدونم چرا انقدر توپ جمع کنن ناهماهنگن. هر بار نگاه میکنیم 2 تا توپ توی زمینه. تعویض دارن. علی قربانی رو میخواد به بازی بیاره ولی حالا میفته زمین ابراهیم پور. بعدن این فیلمش میاد و میبینید که واقعا اشتباه داوری به این واضحی کم عجیب غریبه. روی زمین افتاده ابراهیم پور و قطعا میدونه در چنین زمانهایی باید بازی رو بخوابونه، بلکه دروازه حریفش رو باز بکنه. 90 دقیقه تموم شده و بعد زمانهای تلف شده بازی اعلام بشه. کورنر فرصت خیلی خوبیه، ببینیم چطوری روی دروازه ارسال میکنه. دوباره بازی رو نگه داشت. حالا علاوه بر این که اون پنالتی رو نمیگیره، بازی نباید درش تأخیر خیلی ایجاد بشه. حالا ببینیم توپ رو ارسال میکنه یا نه، میتونه خطرناک باشه. یه ضربه سر ناامید کننده
14 به جای 10. عرفان قربانی به جای محمد مهدی مهدی خانی به بازی میاد. حالا ابراهیم پور کار رو دنبال میکنه، میتونه خطرساز باشه زودتر اگه توپ برسه به خطا. کارو اگه آغاز بکنن اون وقت فضای خیلی خوبی هست. نه، هرچی داماشی مقابل این توپه، برن و زودتر. حالا زمان طرف شده هم اعلام نشده. میتونه خطرناک باشه، سریعتر باید توپ رو برگردونه. محمد ناصری این طرف دوباره باید توپ رو بریزه دیگه. بازی مستقیم رو در دستور کار قرار دادن، با یه ضربه سر توپ رو میارن در جریان بازی قرار میدن. توپی که اومده این سمت، ببینیم چگونه از این توپ استفاده میکنن. دوباره صافن این 3 امتیاز، این 2 امتیازی که در واقع به هدر میره حیفه. بریزه روی دروازه، خطرناک، کوتاه فرستاد. حالا میتونه ضربه رو بزنه و حیف این 2 امتیازی که سوخت. 0-0. چه پنالتی رو نگرفتن برای تیم فوتبال شهرراز. پایان بازی رو اعلام کرد داور و کار به پایان رسید. 0-0 مساوی.